سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی سرسختی دب. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جمعه بازار لنگرود. امروز جمعه 26 مرداد ماه و ساعت حدود 5 عصره. جمعه بازار لنگرود یکی از جالب ترین و جذاب ترین بازارهای شرق گیلانه، چون با یک تیر دو نشان میشه زد: هم خریدهای هفتگی با قیمت مناسب و تنوع بالا و هم گردش در پارک فجر که در روبروی این بازار قرار داره. جمعیت زیادی هم که میبینید به خاطر تعطیل بودن در روز جمعه فرصت رو مناسب دیدن و با خانواده به این بازار بزرگ سر زدن. قبلا ولاگی از همین بازار و گردش در پارک فجر لنگرود رو براتون قرار دادیم که لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. دیدن ولاگ گردش در این پارک زیبا رو که پر از نیلوفرهای آبی در این فصله رو بهتون توصیه میکنم. لنگرود یکی از شهرهای شرق گیلانه که فاصلش از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 60 کیلومتره. این شهر در همسایگی شهرهای رودسر، املش، لاهیجان و دریای خزر قرار داره. جاهای دیدنی این شهر بسیار زیادند. جاهای دیدنی مثل پل خشتی، پارک فجر، استخر کومله، منطقه زیبای لیلاکو، ساحل زیبای چمخاله، روستاهای زیبا در کومله و اتاقور، بازار بانوان ملات و بسیاری از جا دیگر میشه اشاره کرد. ولاگ تمام این جاهای دیدنی رو که نام بردیم در پلیلیست شهر لنگرود قرار داره. اگر به گردش شبانه و قدم زدن در مرکز این شهر هم علاقه دارید، حتما به این پلیلیست که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات قرار دادم سر بزنید. این بازار که الان قراره در اون گردش کنیم از صبح تا غروب برقراره. بازار لنگرود همونجور که اشاره کردیم در روبروی پارک فجر در نزدیکی فرمانداری و در جنب میدان لکلک لنگرود برگزار میشه. این بازار مثل بسیاری از بازارهای گیلان در بخش‌های مختلف تقسیم بندی شده. بخش مربوط به روستاییان و محصولات محلی، بخش میوه و تره‌بار و بخش سایر محصولات مثل پوشاک، خشکبار، صنایع دستی و غیره. ماست یخی و دلار، فالوده اخته‌ای و واویشکا هم که از خوراکی‌های جالب و جذاب مخصوص شهر لنگروده در این بازار عرضه میشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانشون کنیم. در ضمن در روزهای شنبه و چهارشنبه هم در همین مکان بازاری از صبح تا ظهر برگزار میشه، البته در حجم و وسعت بسیار کمتر که به پارک بازار قدیر لنگرود هم معروفه. مهربانی و مردم نوازیش مردم لنگرود در شرق گیلان معروفه و تجربه 4 سالی زندگی در این شهر برای من بسیار عالی و ارزشمند بوده. راستی بازار بانوان ملات هم در چند کیلومتری همین بازار برگزار میشه که پر از خوراکی‌های محلی و خوشمزه هستش. پیشنهاد میکنم ویدیو ولاگ این بازار رو هم حتما نگاه کنید. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
ویدیو نیست. سفره یه بار مصرف 18 تومن. تازه طبیعی عالی بابا یه توییته شیر تارم باره، شیر تارم. خیار 15 خیال 15 باره خیال 15 باره بغل کنم خسته شدی نه این 50 تومن ماشین میدونه ارزان بازیم آقا تیشرت ارزان باید آقا اینا باید پول فقط بهت نمیدن باش بکنن دونه 5 تومن
امیرستان بیا اینجا. امیرستان چقدریه؟ چیزی چنده؟ میگه 85 850 گرم 50 گرم نه اون بدرنگه. چی؟ سلام خبرم حال شما خوبه؟ سلام آجی. سلام ارادتمندی خوش آمدی حالی 200 تومن.
این با اون مشکل روشن میخونم با شور و نوا کربلا میخوام ابوالفضل هر شب میخونم با شور و نوا کربلا میخوام ابوالفضل ذکر سجود نمازم شده کربلا میخوام
اگر تیر تو میبارم من برم نه ما دیگه بخوایم بریم به خدا. عوض الان از اون دوست داریم بریم من خودم خانواده بسال دارم. آدرس بدم شما برید نگاه کنید.
بابا این سری چند الان که فقط 2 مانه